در ضعف و نزدیک به ملک الموت. آدم تبدیل به چوپان دروغگو میشه و دیگه اعتماد مردم از ما سلب میشه. دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. امشب با این 3 میمون، ببخشید مهمون، ته عظما رو یعنی ته داستانش رو در میاریم. اول بگو ببینم چرا سید علی شب و روز داره دروغ میگه؟ ببینین توی روایات به صراحت 2-3 مورد از دروغ استثناء شده. نه بابا، مثلا 1 مورد بحث تقیه است، یعنی بحث سیاسیه تو جنگ، که مثلا الان ما باید لاف بزنیم به دشمن، لاف اقتدار بزنیم، یعنی باید بگیم که ما دستمون پره، یعنی نگیم که عظما زرتش قمصور شده و دیگه پشمی به پالونش نمونده. ما نباید دستمون رو برای دشمن باز کنیم، اون خودش جزوی از جنگ روانیه. دشمن باید فکر کنه ما خیلی اقتدار داریم. پس بگو چرا تیویری شب و روز خالی بار میزنه و به قول خاندایی ما لاف تو قربت میاد؟ ما که نمیدونستیم. خیلی از مردم اینو نمیدونن و گاهی تو اخبار یه خبرهایی رو میشنون و میگن که این اخبار دروغه، نمیدونن که این اخبار تاکتیک جنگیه. بابا دمت جیز، خیلی واردی. نکنه تو هم نوه راحلی انقدر نسناسی؟ یه داستانی هم از اون گور به گوری سر دروغ و دغل میگفتن، اونو دیدی؟ من اولین باری که این روایت رو دیدم واقعا دچار حیرت شدم که چرا کسی به ما اینو یاد نداده بود. یاد دادنی نیست، جنس خراب میخواد. ما که ازش سر در نیاوردیم. چی بود نمیدونم، ذات الریه؟ اصلاح ذات البینه که روایت به روشنی میگه که ما 3 جور سخن داریم. 3 جور؟ بگو بینیم. راست، دروغ، اصلاح ذات البین. راست، دروغ، اصلاح ذات البین. یعنی چی؟ یعنی راست حرفاییه که حقیقتاً و اتفاق افتادن میگیم. دروغ هم که معلومه اونه که شب و روز تو نظام عین حلوا پخش میکنن. سومی چیه؟ اصلاح ذات البین اصلا دیگه اسمش دروغ نیست. ما که سر در نمیاریم. یعنی چی؟ مثلا کسی از شما بدگویی کرده ولی من میخوام شما تحبیب قلوب کنم و اونو به شما نزدیک کنم، میام برخلاف حرف اون به شما میگم چقدر این حرمت شما رو داره. حرمت؟ بابا بحثمون سر عظما بود که کسی حرمتشو نگه نمیداره. اینم دروغ نیست. مسئله دیگم که من خودم زیاد عوضی فهمیدم در طول زندگیم و لطمشو خوردم این بود که خیال میکردم راستگویی یعنی هر چیز رو گفتم. به قول خاندایی ما این بابا انگاری فکشو اجاره کرده، میخواد پولش هدر نره، باز بهش دهنه زد. همون که ناراست نباید گفت هر راست نشاید گفت، لزومی نداره که من اگر یکی رو دوست ندارم دروغی بهش بگم دوستت دارم، ولی لزومم نداره که دروغی به راستی بهش بگم دوستت ندارم. اوش بابا ناسلامتی میزگرد سیاسی داشتیم، رفتی تو خط خودت. اینا رو برو تو فیسبوک نوه راحل بگو. الان برو سر مذاکره. این هیئت کمر شکسته داره چیکار میکنه؟ یه جوری دل اینا رو شاد میکنه و امکانی تو ذهن اینا ایجاد میکنه. آها اینو گرفتم. یعنی یونجه رو نشون طرف سوا میدن که دلشون قش بره و اون زیر سانتریفوژ رو بچرخونن. نگفتم نسناسی؟ ولی بابا این کارا اشکال داره. جز تو روایات هست که اینم اشکالی نداره. یعنی الان این بالفعل امکان تحقق وعدش رو نداره، اما دلش میخواد اونا رو شاد کنه، نه اینکه میخواد اونا رو سر کار بذاره یا حقه بهشون بزنه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. آره فرقش اینه که یه وقت طرف میره زیر پالون، یه وقت پالون رو میذاری رو طرف. خب این همه وعده به چه دردی میخوره؟ یه وعده خوب آدمو شاد میکنه. البته میگم نباید یه جوری وعده باشه که 1 بار 2 بار این اتفاق بیفته آدم تبدیل به چوپان دروغگو میشه و دیگه اعتماد از ما سلب میشه. خب دیدی خیره سلب شده. میگی نه عاشق والیوم، تو بگو الان دشمنای نظام چی به سر سید علی آوردن؟ اجازه نمیدن قدم از قدم برداره، یعنی یه قدم بیاد جلوتر. چی بهش میگن؟ میگن وایس 4 تا سوال و جواب بده، بعد برو. جواب نداری برو جهنم. ایوان یعنی ته خط این شاسکول الان در چه وضعیه؟ در ضعف و
نزدیک به ملک الموت نمیتونه اعمال شاد انجام بده، نمیتونه. شاد پیشکش، به پا پس نیفته، نوبت تو هم تمومه. برو بیاف رو منقل عظما که به خارش افتادی. خب بریم سر حرف آخر. خاندانی ما میگفت توسن کره اولاغو از عرعر مادرش بشناس. پس بریم به دوران طلایی راحل. بگو بینیم چرا سیدعلی هی این روزا داره به در و دیوار میزنه و قیقاج میره؟ نمیدونم شما این مسئله رو میدونید؟ لاکن نمیدونیم یا ابو علفی، اگه میدونستیم که سراغ مرده گوری مثل تو نمی اومدیم. از عظما بگو استیلش. میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دومش حرکت میده. اوه داستان اکشن شد. حتما تو محضر خودت اینا رو یاد گرفته. واسه چی این کارا رو میکنه؟ فریاد میزند برای اینکه طرفا بترسونه. میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه. دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. نه اولاغ تور، اینا آثار جام زهره. خودت که مزه کردی میدونی. پس بپر بساتو بچین، سیدعلی هم داره میاد.